خسته شدی از اینکه نصف شبا از خواب بیدار میشی و 1-2 ساعت خوابت نمیبره؟ بعد 1-2 ساعت هم که خوابت ببره صبح خسته بیدار میشی و کلافه صبحتو شروع میکنی تا شب. راهکار قطعیشو برات آوردیم. تازه خبر نداری وقتی خوابت درست بشه یک عالمه از مشکلات فکری و جسمی و کاری و روابطت هم حل میشه بدون اینکه خودت خبر داشته باشی. هیچ چیزی توی زندگی ما نیست که خواب بهترش نکنه. سلام، من مرضیه هستم. به کانال دکتر خواب خوش اومدید. دکتر خواب اولین و تنها کانال تخصصی خواب فارسی هستش که با نگاهی به طب ارزشمند ایرانی و سینایی جدیدترین و معتبرترین یافته‌های علمی روز دنیا رو برای شما ساده سازی میکنه و به شیرینی یک داستان براتون آماده میکنه. ما به همه بیمارانمون توصیه میکنیم که خواب خوب رو به عنوان خط مقدم درمانشون خیلی جدی بگیرن. شاید باورتون نشه ولی سوالی که هر روز داره از ما پرسیده میشه این نیست که چطوری راحت بخوابم، اینه که اگر نصف شب بیدار شدم چجوری دوباره بخوابم. در واقع خیلی از بیمارامون به ما میگن که ساعت 2-3 نصف شب از خواب بیدار میشیم و بعدش خیلی طول میکشه بخوابیم یا اینکه اصلا نمیتونیم بخوابیم. خب چاره این چیه؟ یه لحظه توجه کنید دوستان، ما برای اینکه بریم در شروع خواب قرار بگیریم به چی نیاز داریم؟ یه هورمونی به نام ملاتونین. یکی از شرایط آزادسازی ملاتونین چیه؟ 1 تا 3 درجه افت دمای مرکزی بدن. دمای بدن ما معمولا ساعت 10:30 شب توی بالاترین میزانیه که هستش و بعد از اون شروع میکنه به پایین اومدن و این افت دما سیگنال آزاد شدن ملاتونین میده. ملاتونین آزاد میشه، ما میخوابیم. این افت دما همچنان ادامه پیدا میکنه ولی از یه حدی دیگه بیشتر نمیشه این دما پایین بیاد. این دما تا یه حدی پایین میاد و بعد از اون بدن برای حفظ و تعادل خودش مجبور میشه دوباره دما رو ببره بالا و این افزایش دما باعث میشه که خواب ما یه کمی سبک بشه یا حتی از خواب بیدار بشیم. لطفاً این رو به عنوان یک نکته داشته باشید. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که ما در چرخه‌های 90 دقیقه‌ای میخوابیم. یعنی مثلا اگر شما 6 ساعت دارید از شب تا صبح میخوابید، توی 4 تا چرخه 90 دقیقه‌ای خوابیدید که در پایان هر کدوم از این چرخه‌های 90 دقیقه‌ای ما یه بار بیدار میشیم. معمولاً این افزایش دما و این پایان چرخه 90 دقیقه‌ای اگر با هم تلاقی کنه، این بیداری ما بیشتره. در واقع همه ما بیدار میشیم دوستان، فقط هممون نمیتونیم خیلی راحت بخوابیم. چرا؟ مثلا استرس زیاد داریم، درد داریم، سندروم پای بیقرار داریم، آپنه داریم. البته راهکاری که در این ویدیو داریم ارائه میدیم برای افرادیه که شاید این عوامل رو نداشته باشن و شاید هم داشته باشن. با ما همراه باشید تا به راهکار برسیم. خب دوستان، اول بیایید بپردازیم به اینکه چه کارهایی نباید بکنیم. ساعت 3 نصف شبه، شما از خواب بیدار شدید، روی تختتون کلافه اید. اولین کاری که نباید بکنید، اشتباه. میخواستم ببینم ساعت چنده. نصف شبا که بیدار میشی هرگز نباید ساعت رو نگاه کنی. خب فکر کن ساعت 3 چی کار میخوای کنی؟ میدونستم ساعت 3 بیدار میشم، هر شب همینه. وای 3 ساعت و نیمه دیگه باید بیدار شم، ساعت 6 و نیم باید برم به سر کار برسم. همونطوری که دیدید وقتی که ما ساعت رو چک میکنیم، اول از همه داریم برای خودمون یک سند سازی میکنیم که من با سند و مدرک ساعت 2:30 شب بیدار میشم. مغز ما خیلی خوب سند سازی رو بلده، خیلی خوب عادت رو بلده. احتمالا شما هم با شنیدن یک آهنگ ناخودآگاه رفتید به حال و هوای همون آهنگ، یا این جوکو شنیدید که یکی یه پوست موز میبینه روی زمین میگه ای وای بازم قراره بخورم زمین، و یا یک بوی آشنا، یک نشانه، هر چیزی یه تلقینی برای ما ایجاد میکنه که اون اتفاقی که قبلا افتاده قراره بیفته. دیدن ساعت 3 شب سند و مدرکی هستش که داره به ما میگه که ببین تو قراره هر شب ساعت 3 بیدار شی و مغز عادت میده به این. حتی اگر شما دیگه متغیر و محرکی هم نداشته باشید که ساعت 2:30 شب از خواب بیدار بشید، به خاطر اینکه سند و مدرک به مغزتون دادید حتما از خواب بیدار میشید. و از طرف دیگه همونطور که دیدید با استرس و درگیری های فکری هر چند کم که براتون ایجاد میشه، سطح کورتیزول شما میره بالا و کورتیزول ضد خوابه. کورتیزول هورمون بیداریه، هورمون جنگه. دومین کاری که نباید بکنید، اشتباه. میخواستم گوشیمو چک کنم شاید خوابم ببره.
عزیز دلم، نور آبی موبایل دشمن خوابته. ویدیو نور آبی رو برات میذارم این بالا، لطفاً ببین. تازه هر پست و فیلم و پیامی هم بخوای ببینی برات یه درگیری ذهنی ایجاد میکنه که بازم مزاحم خوابته. خیلی خوب. کار سومی که نباید بکنید، اشتباه. میخوام برم دستشویی. ضروریه؟ نه ولی خب گفتم خوابم نمیبره برم دستشویی دیگه. علاوه بر این که راه رفتن ضربان قلبتو میبره بالا، خود نوری که اونجا ممکنه توی مسیر باشم توی خوابت اختلال ایجاد میکنه. پس اگه ضروری نیست لطفاً نرو دستشویی و از هر گونه نوری هم پرهیز کن. تا حد امکان از حالت درازکش و خوابیدتون خارج نشید. حتی نشینید. ضربان قلب شما با هر فعالیتی بالا میره و ما برای یک خواب عمیق یه ضربان قلب آرام نیاز داریم. لطفاً اگر ضروری نیست دستشویی نرید، هیچ کاری نکنید. حتی اگر ممکنه خیلی تشنه بشید، یک لیوان آب یا بطری آب کنار تختتون بذارید. هیچ گونه نور لامپ یا نور موبایلی به خودتون نرسونید و لطفاً ساعت رو چک نکنید. خب حالا چه کارهایی باید کرد که وقتی نصف شب از خواب بیدار میشیم بخوابیم؟ قبل از اینکه بگم چه کارهایی باید انجام بشه، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که درسته که ما مقالات علمی روز دنیا، دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد رو مطالعه میکنیم که آپدیت باشیم. در کنار این منابع ارزشمند، این ویدیوها وقتی داره تولید میشه که راهکارهاش روی بیمارانمون چک شده و جواب پس داده و نتیجه داده. پس با ایمان کامل راهکارها رو به کار ببرید برای مایی که دغدغه سلامتی و آرامش شما رو داریم. خب میگی چی کار کنم؟ خوابم نمیبره، تا 2-3 ساعت دیگه هم خوابم نمیبره. راهکار اول که البته من فکر میکنم همین راهکار اول اصلا کافیه و خود من بارها ازش استفاده کردم و خوابیدم. تنفس 4 7 8. دیگه هم خوابم نمیبره. نباید با عجله سعی کنی که بخوابی. باید به خودت زمان بدی که آروم آروم خوابت ببره. تا 25 دقیقه هم بیشتر اجازه نداری توی تخت باشی و اگه تا 25 دقیقه توی تخت خوابت نبرد باید از تخت خارج بشی. توی این 25 دقیقه این کارهایی که میگم رو بکن، حتما خوابت میبره. بریم تو کارش. باید 4 ثانیه طول بکشه که هوا رو از طریق بینی بفرستی توی ریه‌هات. 4 ثانیه؟ نمیتونم دم 4 ثانیه ای داشته باشم. خب 3 ثانیه، 2 ثانیه، اولش هر چقدر که میتونی. عالیه. حالا هوایی که تنفس کردی و 7 ثانیه توی ریه‌هات نگه دار. 7 ثانیه زیاد، خسته میشم. هر چقدر که میتونی نگه دار، ولی کم کم زیادش کن که به 7 ثانیه برسی. حالا خیلی با حوصله با لب گنجه‌ای توی 8 ثانیه هوایی که توی ریت نگه داشتی و با یه جریان خیلی آروم بده بیرون. آخه چرا با لب گنجه؟ به خاطر اینکه خروج هوا آروم و طولانی اتفاق بیفته. من با لب نیمه باز میرم. یه بار دیگه از اول. یه دم عمیق 4 ثانیه‌ای. حالا 7 ثانیه هوایی که نفس کشیدی و توی ریت حبس کن. حالا وقتشه توی 8 ثانیه هوای حبس شده رو با لب نیمه باز با یه جریان هوای خیلی آروم بدی بیرون. دم بازدم، با حوصله و عمیق نفس بکش. حواست که پرت شد دوباره به نفس کشیدنت فکر کن. این اگر اولش نتونستید این تنفس رو با این زمانهای طولانی انجام بدید، اشکالی نداره. با هر میزانی که میتونید شروع کنید و مطمئن باشید که این راه نجات شماست. 5 تا 10 بار تنفس به این شکل بدن شما رو چنان به سمت آرامش میبره که شما حتما میخوابید. ممکنه که تنفس 10 رو هم انجام بدید و فکر کنید که خب چرا خوابم نبرده. یکم صبر کنید، خوابتون میبره و وقتی چشماتون رو باز میکنید که صبح شده. خب فکر میکنم خوابید. بیایید ما بریم سراغ راهکار دوم. در حین انجام تنفس سعی کنید واقعا روی تنفستون تمرکز کنید. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن نیاز به یک دستاویز داره، وگرنه خیلی زود منحرف میشه و به سمت افکار و مسائل و دغدغه ها میره. مثلا میتونید تکنیک تنفس رو اینجوری انجام بدید که فرض کنید تنفستون یا این هوایی که دارید توسط دم وارد بدنتون میکنید یه نور طلایی رنگه. خب وقتی که دارید دم میکنید تصور کنید که این نور طلایی رنگ داره از بینیتون وارد میشه. حالا این نور طلایی رنگ
توی ریتون 7 ثانیه میمونه و توی 8 ثانیه میاد بیرون. لطفاً سعی کنید که حواستون رو به تنفستون متمرکز کنید که ذهنتون باتون بازی نکنه. راهکار دوم، شمارش معکوس از 300 با گام‌های ستایی. این هم یک دستاویز دیگه است برای اینکه ذهن رو از افکار و دغدغه‌ها و استرس‌ها منحرف کنیم. این راهکار هم خیلی عالی جواب میده، فقط کافیه یک بار امتحانش کنید. معمولاً افرادی که این راهکار رو به کار بردن به ما گفتن که وقتی به عدد 100 رسیدن یا نرسیدن دیگه خوابشون برده. به این صورت 300 297 294 291 288 و سعی کنید در حین این شمارش که ذهنتون مشغول معکوس شمردن‌های ستاییه نفس‌های خیلی عمیق بکشید و نتیجه اصلاً براتون مهم نباشه. خب شمردنتون رو ادامه بدید. بهتون قول میدم وقتی چشماتون رو باز میکنید که حسابی خوابیدید و دیگه صبح شده. راهکار سوم، روش جاکوبسن. روش جاکوبسن بر اساس ریلکس کردن عضلاته. قبل از اینکه بریم سراغ روش جاکوبسن ازتون خواهش میکنم انقباضی که بین دو ابروتون مطمئنم همین الان وجود داره رو رها کنید، ریلکس کنید عضله بین دو تا ابرو رو. نوک روش جاکوبسن به این صورت هست که از نوک انگشت پا شروع میکنیم، عضو به عضو، اندام به اندام، 30 ثانیه روی یک عضویم، منقبضش میکنیم و بعد رهاش میکنیم. اینجوری همه تنش‌های عضلانی شناسایی میشه و بدن کامل ریلکس میشه که خیلی به خواب عمیق کمک میکنه. همونطور که خدمتتون گفتم هم برای تکنیک روش اول یک مدیتیشن داریم که میتونید ببینید توی چنل و اگر اینجا نمیبینید لینکش رو براتون توی قسمت توضیحات گذاشتم و هم مدیتیشن دیگه‌ای برای روش جاکوبسن داریم که حتما میتونید از این روش هم استفاده کنید. همینطور توصیه میکنم که سایر ویدیوها رو ببینید تا در مورد خواب اطلاعات دقیق تری به دست بیارید. خواب مهمترین کاریه که هر فرد در طول شبانه روز داره برای خودش انجام میده، پس بهتره تا جایی که میتونیم اطلاعات در موردش داشته باشیم. خواب قابلیت هایی داره برای انجام یک سری کارها، برای رسیدن به یک سری اهداف که خیلی از افراد هنوز ازش خبر ندارن. اگر میخوای توی هیته خواب حسابی اطلاعاتت بره بالا و بدونی که از خوابت چجوری میتونی استفاده کنی، جوون بمونی، سلامت‌تر باشی، بیماری ها و مشکلاتت رو درمان کنی، حتما توی چنل ما بچرخ و اگر دوست داشتی پلیلیست مدرسه خواب رو حتما ببین. مجدد در مورد علت‌های بیدار شدن که گفتیم ممکنه درد باشه، ممکنه استرس باشه، ممکنه آپنه باشه یا هر چیز دیگه‌ای. لطفاً برامون کامنت کنید که شما با چه مشکلی نصف شب از خواب بیدار میشید تا حتما براش ویدیو تهیه کنیم. اگر به کارگیری این تکنیک ها براتون سخت بود میتونید توی قسمت مدیتیشن ها با مدیتیشن مربوطه به این روش ها مثل روش تنفس 478 یا شمارش معکوس و یا تکنیک جاکوبسن برید جلو و حتما بخوابید. اگر شما به دنبال استرس نصف شب از خواب بیدار میشید میتونید این ویدیو رو هم ببینید. لینک همه این مدیتیشن ها رو هم بالا میتونید ببینید و هم براتون توی قسمت توضیحات گذاشتم. لطفاً در صورتی که این روش ها رو انجام دادید بیایید و برامون کامنت بذارید که نتیجه چطور بوده. امیدوارم که خیلی خوب بخوابید. خدا نگهدار.